سلام علیکم، خیلی مخلصیم. آیدینم یک شنبه است، یک شنبه حوالی 11:30 این حدوداست. هوا آفتابیه. گفتم که بیام و یک ویدئوی آموزشی در راستای ویدئوهای اخیر راجع به آموزش مهاجرت تحصیلی به آلمان بگیرم و تقدیم حضورتون کنم. یه چیزی رو باید جلسه اول میگفتم، یادم رفت، لذا جلسه سوم میگم، مانعی نداره. و اون هم در واقع بحث یکی این که کی باید اپلای کنی، یعنی تایم های اپلای واسه مهاجرت تحصیلی به آلمان مقطع مستر کیه، چه موقعیه، و دوم این که هزینه ها چقدره و اینکه واسه در واقع مهاجرت تحصیلی مستر به آلمان چه هزینه هایی رو باید پرداخت کنیم و بودجه چقدر لازم داریم. اول از همه برم سر تایم های اپلای. به نظرم این کوتاه‌تره و سریع‌تر جمع میشه. واسه مستر رفقا شما 2 بار در سال میتونید اقدام کنید. اولیش تقریبا اواخر تابستون میشه، اواخر تابستون که میفته توی سپتامبر، اکتبر، بعد آره این حدودا، حتی مثلا تو نوامبر هم احتمالاً بعضی از دانشگاه ها ددلاین دارن. پس که در واقع این میشه واسه یه ترم تابستون در واقع، یعنی شروعش حدوداً 6 ماه بعده که میفته مثلا بهار ما، یعنی عید نوروز اون موقع ها میفته شروع ترم، میشه ترم تابستون. و تایم دومی که واسه اپلای داریم میفته در واقع همون سمت عید نوروز خودمون که حدوداً 2-3 ماه هم اونجا تایم دارین برای اینکه اپلای کنید، که اون میشه واسه در واقع ترم زمستون که شروع ترمش میفته در واقع همون سپتامبر، اواخر تابستون. یعنی شما اینجوری بگم، خلاصه بخوام بگم، شما همیشه از 6 ماه قبلش باید اپلای انجام بدین، یا اواخر تابستونه یا اوایل بهاره، یکی این دوتاست. و همیشه واسه در واقع شروع هر ترم هم میفته 6 ماه بعدش. اینو باید در نظر داشته باشیم. چه خوشگله این ساختمون، خیلی خوشگله. اینو اینجا بذارم ببینیم. ساختمونه یه باحالی داره، خوشگله. آره، بعد خدمتتون عرض کنم که این میشه تایم هایی که میتونید در سال اپلای کنید. و دستم خسته شد، این یکی از این ور بگیرم. اوکی. و حالا هزینه ها، اینکه چه هزینه هایی لازمه و اینکه چقدر بودجه لازم داریم واسه اینکه بخوایم یک مهاجرت تحصیلی به آلمان داشته باشه. خب در درجه اول رفقا، شما برای اینکه بخواید بیاین آلمان واسه مقطع مستر باید یک تمکن مالی داشته باشین. تمکن مالی ارائه بدین به اینجا نور کمتر بیاد به سمت انوار اینجا. نیاز دارین که تمکن مالی ارائه بدین. تمکن مالی هم در حال حاضر حدوداً 12,000 یوروه. یعنی این مبلغ رو شما لازم داری وقتی میای تو خاک آلمان، این مبلغ رو داشته باشی برای اینکه در واقع بتونی 1 سال خودتو اینجا هزینه زندگی تو بتونی ساپورت کنی. و زمانی که میری برای یه چیز، میری برای مصاحبه سفارت، ویزامتریک، حالا بعداً راجع به ویزامتریک و سفارت اینا حرف میزنیم، ولی شما زمانی هم که میری سفارت باید این مبلغ رو اونجا نشون بدی. یعنی این مبلغ باید مثلا 1 هفته، 2 روز قبل، 3 روز قبلش توی بانک بذاری
و این موجودی رو ببری و به سفارت ارائه بدی، بگی آقا من این مبلغ رو دارم توی بانک و همین مبلغ رو عیناً باید بیاری تو خاک آلمان و توی بانک در واقع سیوش کنی که در واقع بتونی هزینه 1 سالت رو تأمین کنی و در واقع بگی که آقا من دارم این مبلغ. خب این میشه چیه؟ آمبولانس. این در واقع میشه تمکن مالی که باید ارائه بدی و این مبلغ رو باید داشته باشی زمانی که وارد خاک آلمان میشی. جدای از این مبلغ خود پروسه اپلای هزینه هایی داره، اوکی؟ و خب طبیعتا شما باید مبالغی رو خرج بکنی. به فرض مثلا شما کلاس زبان میخوای بری، اوکی؟ کلاس زبان میخوای بری و در واقع میخوای که چی میگن، مثلا میخوای آره دیگه، مثلا میخوای دوره زبان بگذاری، مثلا آیلتس بگیری، اوکی؟ و باید به هر مثلا یه آزمون آیلتس زمانی که من شرکت کردم نزدیک 9 میلیون تومان بود. خب و من 2 بار آزمون آیلتس دادم، یعنی 2 9 تا 18 تا، مثلا 18 میلیون من اون زمان فقط آزمون آیلتس دادم، جدا از این که هزینه کلاس ها و کلاس آیلتسی که رفتم یا مثلا دوره زبان آلمانی گذروندم. خب همه اینها هزینه است دیگه. جدای از اون ترجمه مدارک رو داریم. من یک بار مدارکمو به انگلیسی ترجمه کردم، فکر کنم نزدیک 5 میلیون اون زمان یعنی حدوداً 2 سال پیش شاید، آره، هزینه کردم. بعد برای خب مدارکمو به زبان یا مدارکمو به زبان آلمانی ترجمه کردم همین اواخر که حدوداً 1 سال پیش و 1 سالم کمتر، حدوداً شاید 7-8 ماه پیش، و اون حدوداً 12 میلیون تومان هزینه پرداخت کردم واسه یه ترجمه همه مدارکم به زبان آلمانی و گرفتن مهر وزارت خارجه و این حرفا. و خب اینا همه هزینه است دیگه، هزینه های پروسه اپلای و شما لازمه که این هزینه ها رو انجام بدید. بعدش خب یه نکته دیگه باز باقی میمونه، خود در واقع هزینه و شهریه دانشگاه. بسته به اینه که تو چه دانشگاهی رو قبول میشی. اگر دانشگاهی که قبول میشی دانشگاه دولتی باشه، خب بس از این ور بگیرم دوباره دستم خسته شد. اگر که در واقع دانشگاه دولتی شما قبول بشی، خب دانشگاه دولتی شهریه‌شون رو از خود دولت میگیرن و شما نیازی نیست که شهریه‌ای پرداخت کنی، اوکی؟ و مثلا شهریه شاید در ماه در ترم یعنی حدودا شاید مثلا 200-300 یورو نهایت هم بشه که مربوط به هزینه های خود در واقع ترانسپورت و نمیدونم خدمات و سرویس هاییه که در واقع دانشگاه انجام میده، یعنی برای شما ارائه میده. اما اگه مثلا دانشگاه خصوصی قبول بشین، خب دانشگاه خصوصی هزینه میگیره، یعنی شهریه داره و شهریه‌اش هم یقینا ارزان نخواهد بود. من به فرض دانشگاه آخن قبول شدم، رشته مدیریت، و با اینکه به فرض دانشگاه آخن خودش دانشگاه دولتیه، در واقع برای اون رشته شهریه میگرفت و شهریه هر ترم هم حدوداً میشد 10,000 یورو و کلا 3 ترم بود، یعنی هزینه 3 ترم دانشگاه میشد 30,000 یورو، اوکی؟ 30,000 یورو جدای از اون 12,000 یورو تمکن مالی. یعنی شما فرض رو بر این بگیر که 30,000 یورو با 12,000 یورو میشد 42,000 یورو هزینه کل در واقع
حضور من و ورود من به خاک آلمان میشد که خب برای من خیلی زیاد بود و نمیصرفید. پس آره، یعنی به صرفه تره که شما بخواید دانشگاه دولتی قبول بشید. و یه بحث دیگه هم که داره و من خیلی اصولا پیشنهاد میکنم که خودتون اقدام کنید و کمتر از این شرکت‌های مهاجرتی کمک بگیرین، واسه همینه، به خاطر اینکه شرکت‌های مهاجرتی اغلب با این دانشگاه‌های خصوصی در ارتباطن و از اونا پورسانت میگیرن. به همین خاطر طبیعتا واسه اونا راحت تره که شما رو به اونها در واقع پاس بدن، چون هم شانس قبولیتون تو این مدل دانشگاه خیلی بیشتره و از طرف دیگه هم این که هم شانس قبولیتون بیشتره و همین که اونا پورسانت میگیرن دیگه، پول بیشتری گیرشون میاد، جیبشون میره. واسه همین پیشنهادم اینه که خودتون اقدام کنین و واسه دانشگاه‌های دولتی که هزینه کمتری دارن و به صرفه تر هستن اپلای کنین. این یکی دیگه چی؟ یه هزینه دیگه هم بود، فکر کنم دیگه چی بود؟ هزینه چیز رو می‌خواستم بگم، هزینه های مربوط به خود اپلیکیشن فی هایی که باید پرداخت کنیم. حالا اینو رو زمانی که دارم راجع به سایت یونی اسیست حرف میزنم، حالا یه ویدیو باید کامل راجع به سایت یونی اسیست بذارم. یونی اسیست وبسایتیه که چیز میکنه، یعنی یک رابطیه بین شما و دانشگاه، مدارک شما رو تحویل میگیره و در واقع مدارک شما رو اعتبار سنجی میکنه، بعد اینکه تایید کرد میفرسته واسه دانشگاه که خود اون سایت یونی اسیست برای هر اپلایی که شما انجام میدین یک مبلغی رو دریافت میکنه که مبلغش هم ارزون نیست. یعنی در هر ترم اولین اپلایی که شما انجام بدین از طریق سایت یونی اسیست 75 یورو میگیره، 70 یورو یا 75 یورو دقیق یادم نیست، و بعد از اون بابت هر اپلایی که انجام میدین 30 یورو ازتون میگیره. یعنی من با سایت یونی اسیست واسه 4 تا رشته مختلف اپلای کردم که یعنی یه 75 یورو و 3 تا 30 یورو پرداخت کردم که این در واقع جزء هزینه‌های اپلیکیشن فیه، یعنی هیچ ربطی به خود دانشگاه نداره، یعنی ربطی نداره که دانشگاه دولتی باشه یا خصوصی باشه. این هزینه‌ای که شما صرفاً واسه اپلای کردن، واسه اقدام کردن برای اون دانشگاه پرداخت میکنه. و آره همیناست دیگه، چیزی یادم نمیاد، فکر میکنم همین هزینه ها هستن. اینها میشه در واقع هزینه های مربوط به پروسه اپلای و در کنارش و در کنارش هم گفتم تاریخ هایی هم که برای اپلای در واقع میتونی انجام بدین 2 بار در ساله، یا اواخر تابستونه یا اوایل بهاره. و این از این، امیدوارم که به کارتون بیاد و خوشتون اومده باشه. اینم ویوهای خوشگلی از خیابونای آلمانه و همین. خیلی مخلصیم، ایام بکام، فعلا بای بای.